حدیثی داریم از پیامبر نازنین، میگه ما نحل والد ولدا من نحلین افضل من ادب حسن. برادرای عزیز، این شما اگه مثالای عادی تام بیارم، یعنی کوچک تونده یک 10 کسا هم قپرسین که همین بهترین هدیه پدر برای فرزند چیه؟ من گمانم همیه که 90% میگه که یا خانه میگه، یا ماشین میگه، یا زن میگه بهترین هدیه پدر برای فرزند همیه. لیکن پیامبر نازنین که معلم بشریت های، پیامبر نازنین که خیرخواه ما های، او میگه که بهترین هدیه پدر و مادر به فرزند دادن اخلاق حمیده های. فرزند میگه اگر پدر و مادر تربیه کنه، دارای اخلاق حمیدش کنه، میگه از این در بالاترین هدیه دیگه نیست. دیدیم برادرها که فرزندارا پر ریاضی آدمایی که فرزندارا ماشین دادگیان، تلفن قیمت دادگیان، نه تنها در تاجیکستان، بیرون تاجیکستان هم شرایط داره، خانه داره، همه شرایط داده، لیکن هم پدر و مادر آرام نیستن. اونها فکر کردن که همین 4 تینای مبلغ داریم، بتیمش مقصد رام میشه، بتیمش همش تمام تینج میشه، یکی نشیدن. برای همین برادرای عزیز و گرامی، ما یک کار عجیب ایده، یک مسئولیت های آخی. من همین قدر فرزندم مهنت میکنم، زحمت میکشم، پیش خدا برم با ایمی میپرسنم. اگر زحمت ها و مهنت های را که کرده باشم در حقش، زبانم دراز های، میگم بله آن مسئولیتی که بزیمه داشتم اجرا کردم. برای همین برادرای عزیز و گرامی، آمدن فرزند به خانه خودمان هر کدامان این بسیار یک خوشبختی های، بسیار خیر های. لیکن از همه مهم این امانت های. خداوند این را همچون امانت میته. باید در امانت برادر عزیز خیانت نکنیم. خیانت همیه که ما فرزندا را از تعلیم، از تربیه، ببینین از این دور که من در روسیه بدم بسیار ناراحت شدیم. خانه همی تاجیکای مسلمانی خدمانده بچه ها را در روحیه همون عروس مجازی تربیه کردگیان، همون صدیق که خوکش دادگیان، همون جا که مقصد تربیه را از همون خوردی. عزیزای خدا میگفتن درختی که خوردکک بود باغبان، بگرداند او را چو خواهد چنان، چو گردد کلام باز نتواندش، که از کجی و خمی بگرداندش. درخت میدهک باشه قطعش سر کار میگیری، کلانش دیگه زور نمیرسه. های میدهکی که ناتغری تربیه کردن، میدرویم در خانه و بچه کلام لینگای دراز پرستگیم تا تکیه کهگی و تلفن قدی بازی داره و آتش چکا کدیسه، آتش در سرخان پرسته، آتش چای میدره و یه بارم پیشی آتش بلند نمیشه و هم نمیفهمم که پیشی خیستن در کاره یا ایره حرمت کردن در کاره. بعد ناراحت میشیم، زیق میشیم، میگم اخی اگه دیگه خود کرده را دوا نیست. میگم مشتی که بعدی جنگ به یادت آمد در طور سر خود بزنش، همین میشه دیگه. دیر کردی برادر، نکردی حکا حاصل شو بگی. شیخ سعدی میگو خرما نتوان خورد از این خار که کشتی، دیبا نتوان بافت از این پشم که ریشتی. تو این خاری را که تربیه که با میخوای خرما نه در تو شکرگزاری های، نه در تو مقصد هر یک. و حضرت امام مالک میگفت که گفتن حضرت کو خدا را هستیش برای ما یک بیان کرد که یا وجود خدا را بگو که یک مثال ما بیار. گفت یک برگ درخت گیره گوی نمی میگه که الله وجود داره، یا برگ گفتی نمی میگه که الله وجود داره. ما وقتی که این قدر نوش و نعمت میخوریم برادرای عزیز، ادای همون شکرگزاریش انامین های که حدیث چی گفت؟ گفت الا حفتهم الملائکه،
این سخن پیامبر مونه برادر عزیز. ایرا امام مسلم در کتاب معتبر میگه همین خاندان آل بابی حاجی مقیم و همین حلقه ما برادر عزیز در احاطه ملائکه ها هست. میگه حفتهم الملائکه به معنای که وقتی یک محفلی که در اوجا نام خدا و پیامبر که گرفته میشده است، اینها چیکار میکنن؟ میگه در حال همون محفل احاطه میکنن، یعنی در همین جا اونها هم شرکت میکنن. در بعضی کتابا خواندم میگه ملائکه ها از کجا میفهمن که در اینجا مقصد پند و نصیحت های؟ میگه این عزیز خدا میگه یکمش میگه که از این خاندان میگه بوی خوش میگه آسمان بلند میشود، یکم میگه از بوی خوشش، دویم میگه از همین محفل میگه نور بلند میشود که از همون نور، از همون روشنی آگاهی پیدا میکنه که در زیر همین نور پند نصیحت رفتیسته. برادر عزیز و خدا باور که این بسیار یک نعمت بزرگی هست که خدای مهربان امروز ما را موفق کردگی. من دائم در هر جا شینم، در هر منطقه باشم، من شکرگزاری میکنم که خدای مهربان الله را بسیار سپاسگزارم که این مردم ما مردمی پند و نصیحت دوست می‌داره، میخواهد که بشینه و یک چیزا که را گوش کنه، راحت کنه، لذت بره. در این مردم ما انا همین محبت هست. برای همین یکم چیزی را که الله مهربان اینجا ما را میداده است انا همین بوده است. ملائکه ها ما را احاطه میکنند. ماها برادر عزیز چشم های ما قوت دیدن اونها را ندارد. برای همین است که پیامبر نازنین میگه در خانه که سگ یا صورت باشه ملائکه نمیداره، یعنی همین چیزها را خانه بیرون کنه که ملائکه ها وارد خانه تون شود. یعنی آمدن ملائکه بر خانه ما و شما این خیره برادر عزیز، خیره که ملائکه یعنی یک مخلوقی که همیشه و همیشه یاد خدا میکنن. اینا یگان ذره از یاد خدا دور نیستن. ملائکه خوراک ندارد، نمیخورد، نمینوشد. اینها نر و ماده ندارند. وظیفه اینها فقط و فقط یاد خدا است. و عدد اینها را هم کسی نمیداند. یکم گفتن حضور ملائکه ها هست. حفتهم الملائکه و غشیتهم الرحمه. پیامبر گفت دیگر نعمتی که در همین نشست ما هست برادر عزیز، این از رحمت الهی برخوردار شدنه. گاه دیدین که یگان دعا میگن رحمت خدا بر تو. انا همون رحمت خدایی که ما میگیم انا همون غضبش نه، عکسش غضبه. یعنی رحمت خدا را ما در همین نشست ما برادر عزیز برخوردار میشیم. ما از رحمت الله مهربان حاضر برخوردار شدیم. و نزلت علیهم السکینه، و نزلت علیهم السکینه. برادر عزیز دیگر چیزی را که گفت خداوند در این محفل برای شرکت کننده ها، برای اهل این حاضرین میتا چی است؟ گفت الله مهربان در قلبای شما یک آرامش پیدا میکنه. آرامش برادر عزیز. و نزلت علیهم السکینه. ولی ببین در آرامش یه حالتی هست که چند کارها داریم، چند مشکلات ها داریم، چند سختی ها داریم. وقتی آدم در امر به معروف می‌درایه و با تمام هستیش گوش می‌اندازه، همون یک زمان ممکن نیم ساعت است، یک ساعت است، همون مشکلات هایی که دقتش میدادن همون را در همون زمان از یادش بیرون میکنن.
یک لحظه هک آرامش پیدا میکنن. انما آرامش برادر عزیز پیامبر گرامی گفتن که هدیه دیگری که با این شرکت کننده ها خدا میده انمون آرامشه. نزلت علیهم السکینه. و آخران چی گفت؟ و ذکرهم الله فی من عنده. اگه تصور کنید که همینجا چند نفره نام هر کدام ما پیش الله مهربان خوانده میشید است. ولی این ملائکه‌ای که در اینجا هستن کو اینها بگین با اصطلاح‌های امروزه دکلاتنی میروند. حدیث طولانی داره، 2 روی ورق حدیثه. اینها میروند، الله مهربان میدونه از کجا میان، از کجا آمدن، در اینجا چی ها گفته شد. الله این شا میدونه. ولی سنت شمیه که میپرسه من این جئتم، ای کجا آمدین؟ بعد اینها میگن ما از فلان جا آمدیم. خب اونجا چی گپ بود؟ اونجا در فلان محفل بود. اونها چی گفتن؟ های فلان چیزها را گفتن. اونها همه خواهشمندی جنتی ده. آیا جنتی ما را دیدن؟ نه ندیدن. اگر میدیدن چی؟ الله همش سوال بود. اگر میدیدن چی؟ اگر میدیدن اونها در کوچه دیوانوار میگشتن. یک ذره دیگر تمنای در همین دنیا زندگی را نداشتن. الله هم سوالشون میکند میارد تا دوزخی مرا دیدن نه ندیدن. اگر میدیدن چی؟ همه را سوال جواب که بود کد برادر عزیز. از نامهای هر کدام نام میبره فلانی بی فلانی در همون محفل بود. حتی نفرهایی که در همینجا دعوت نشیدن اینها را میگه فلانی در همینجا دعوت نبود لیکن فلانی سبب شده همه آدم آمد اشتراک کرد. الله مهربان برای همه ما بعد در اخیر ملائکه ها را شاهد میگیره. چرا که ما 3-4 کس شاهد میگیریم برادران شاهد باشین که من فلان کارای نبود کردم. الله همه ما را شاهد می اشهدکم انی قد غفرت له. شاهدتان میگیرم این ملائکه ها که همون شرکت کننده ها همون نفری که به دعوت هم در همونجا اشتراک کردگی است همه تا شاهد میگیرم که اونها را مورد عفو و بخشش قرار دادم. اونها را من بخشیدم. اونها را از بالای خطا و کمبودشان گذشتم. یک محفل برادرای عزیز تمام ناز و نعمت هم میخوریم. یگان حتی بدنمان عرق نمیکنه اگر چند فصل تابستانه. همه راحت برای ما مهیا های. با بازم این برادر ایجام بلند میشیم تمام خطا و لغزش و سوهامانه خدای مهربان نابود میکنه. توفیل اینمی نشست. برای من حضرت مولایی میگو جانور فربه شود لیک از علف، آدمی فربه زیز است و شرف. جانور فربه شود از حلق نوش، آدمی فربه شود از راه گوش. این معرفت های فربه شدن به معنای وزن گرفتن نیست، به معنای معلومات های، به معنای توفیق های، به معنای محبت های. یعنی از راه گوش شما اینها را برخوردار شده میتونید. میایم به سر آیت قرآن. ولا تقتلوا انفسکم. الله مهربان گفت که ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. الله گفت که شما فرزندهاتون به خاطر آنه که شما مبلغ ندارین یک خرما نمیگیرید.
خداوند ایمانمون کامل کنه، خاتممون بخیر کنه، میل اخلاص و محبتمون با بدین خدا زیاد بگردانه. خدای مهربان قدوم خواهرچه که ما را نیک کنه و خیر کنه و عمر دراز با برکات شتیه و از عقیب این خواهرچه که ما با دادرچه ها و با خواهرچه های خوب و نیک الله مهربان نصیب بگردانه. جمیع گذشتگان این اولاد این اجداد خدا رحمت و مغفرت چون کنه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سلام علیکم. نامش خداتون یگان نام بگین که ما ساکینه میمانند. بسیار نام زیبا ای. این از بگیم نبیرای حتی حضرت علی بودن. خدای مهربان دختری حضرت علی هم بودن. خدای مهربان عمرش دراز کنه و ایمانش کامل کنه و به همین نام که پدرش هم انتخاب کرد نام خوبه. خداوند موفق سزاوارش کنه یا ارحم الراحمین.